سلام، خوش اومدید به یک قسمت جدید دیگه از آموزش نرم افزار سیبیلیوس. در این قسمت میخوام به شما تیوبلت نوت رو آموزش بدم. پس قبل از اینکه ادامه بدیم، اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. تیوبلت در سربرگ نوت اینپوت قرار گرفته و در گزینه تریپلتس هستش. به طور پیش‌فرض تیوبلت شما تریپلتس هستش، یعنی همون تریوله، و وقتی شما روش کلیک بکنید موس شما آبی میشه و هر جای صفحه اگر بزنید یا مثلا روی حامل بزنید با یک ارور مواجه میشید. این ارور به شما میگه شما باید حتما یک نوت با یک ارزش زمانی یا دیرند انتخاب بکنید و بعد از گزینه تریپلتس استفاده بکنید. بنابراین اینجا ارزش زمانی مهمه. مثلا من فرض بکنید این میزان اول رو نوت چنگ رو انتخاب میکنم که سکوت‌های دو چنگ برای من تشکیل بشه. حالا اون نوت لزومی نداره که حتما نوت صدادار باشه، میتونه سکوت هم باشه. بعد این نوت دو چنگمون رو انتخاب میکنیم که آبی میشه و میخوایم که از این تریپلت ها که اینجا نوشته استفاده بکنیم که تقسیمات بیشترش رو میتونید از این گزینه‌ای که این پایین هست، یعنی این مثلث هست، استفاده بکنید، چون خود دیفالت تریپلت تریوله است، یعنی تقسیمات ستایی انجام میده، همونطور که الان دارید مشاهده میکنید. مثلا میخواید یه تقسیم 4 تایی انجام بدید و اینجا میاد گزینه کوادروپلت رو میزنید و برای شما یک تقسیم 4 تایی رو انجام میده. و مثلا من میخوام 4 تا فا بنویسم، تموم میشه دیگه. شما اینجا این 4 تا فا رو نوشتید و میتونید استفاده بکنید. حالا نیازی نیستش که شما درگیر محاسبات تیوبلت ها بشید. مثلا فرض بکنید الان اگر من برای چنگ تیوبلت بنویسم و بخوام یک تیوبلت مثلا فرض بکنید 5 تایی بخوام بنویسم، مشکلی نداره. اما همین رو اگر بخوام برای یک مثلا نوت سیاه بنویسم و 5 نوت سیاه بذارم، میبینید که اینجا یک ارور دیگه میده که میگه تو لانگ، یعنی که این چیزی که شما میخواید خیلی بیش از حد به اندازه این میزان قرار گرفته و نمیتونید بنویسید. پس نگران محاسباتش نباشید و خودکار خودش محاسبات رو برای شما انجام میده. اما شورتکی‌های تیوبلت، ببینید شما اگر همین مثلثی که اینجا هست رو بزنید روی این گزینه‌ها وارد بشید، میبینید که برای شما شورتکی‌ها رو داره نمایش میده و میتونید از این شورتکی‌ها استفاده کنید، یعنی کنترل به اضافه عدد. حالا کدوم عددها؟ عددهای افقی روی کیبوردتون، یعنی اعداد ناملاک شما فعال نیستن برای این قسمت. شما فقط مجاز هستید که کنترل رو نگه دارید و از اعداد افقی استفاده بکنید. برای مثال من این ارزش زمانی رو دوباره مثلا تبدیل میکنم به چنگ و میخوام که یک تریپلت یا همون تریوله بنویسم. کافیه کنترل رو نگه دارم و از اعداد افقی روی کیبوردم عدد 3 رو بزنم و میبینید به همین سادگی برای شما یک تریوله نمایش داده میشه. نکته‌ای که هستش اینه که شما ممکنه که تیوبلت هایی رو احتیاج داشته باشید که تقسیماتش بیشتر از این لیستی باشه که برای شما به صورت خودکار گذاشته، یعنی تا آخرین عددی که میتونید بنویسید عدد 9 هستش، یعنی کنترل 9. مثلا فرض کنید بخواید تیوبلت های 10 تایی یا بیشتر داشته باشید، چیکار میکنید؟ این گزینه آدر داره که شما وقتی اینو وارد میشید یک پنجره تیوبلت برای شما باز میشه. اینجا میتونید تقسیم خودتون بنویسید. مثلا یک تقسیم 12 تایی میخواید بنویسید و اوکی که بکنید، میتونید روی حالا اینجا من بذارید اول یه دونه دیگه دو چنگ ایجاد بکنم. اینجا میایید وارد این قسمت میشید، وارد قسمت آدر میشید. این 12 اوکی که بکنید، می‌بینید که برای شما یک تقسیم 12 تایی انجام داده و میتونید که 12 تا دو چنگ در اینجا بنویسید. پس تقسیمات بیشتر شما در گزینه آدر قرار گرفت. اما تنظیمات دیگه‌ای هم در قسمت آدر هستش که میتونید از این قسمت هم استفاده کنید که من الان یکی برای شما اینها رو نمایش میدم. ببینید در قسمت فرمت، در بخش فرمت که یک کادر حالا کم رنگی هم اینجا قرار گرفته، شما 2 تا بخش دارید. یه قسمت مربوط به اعدادیه که برای تیوبلت های شما بنویسه و یک قسمت برای براکت هاییه که رو سر یا زیر نوت های شما قرار میده. ما اول اینو میذاریم رو اتو براکت، این هم تبدیلش میکنیم به هم 3 که بخواد تریوله باشه. اگر نامبر باشه که به این صورت در میاد، اگر ریشیو باشه به این صورت در میاد که 3/2 هست. و خب این الان به صورت دیفالت خود سیبیلیوس اگر شما یک ریتم براش نذارید، یک تایم سیگنیچر انتخاب نکنید، 4/4 هستش.
و خب اگه 6-8 باشه و شما مثلا فرض بخواید که از این دوبلت یا همون دوله استفاده بکنید، میشه مثلا 2/3، یعنی 2 نقطه بر 3. پس ریشیو به این حالت نمایشی تیوبلت ها میگه. ریشیو به اضافه این نوت حالت دیگه ای هستش که شما وقتی این حالت رو انتخاب میکنید، علاوه بر این که 3/2 رو مینویسه، یک دولچنگ کوچیکی هم اینجا برای شما نمایش میده. گزینه آخرم که گزینه نان هستش، وقتی شما کلیک میکنید هیچی برای شما نمایش داده نمیشه. قسمت اتو براکت، ببینید این قسمت که حالا مربوط به براکت میشه، اگر شما 100% برای تمام تیوبلتاتون براکت میخواید، براکت یعنی همین این حالتی که برای شما میذاره یک براکتی هستش که برای تیوبلت های شما نمایش داده میشه. بذارید من این رو ببرم توی قسمت نامبر که بهتر شه. وقتی بخواید که حتما تیوبلت شما براکت داشته باشه، این گزینه رو انتخاب میکنید، گزینه براکت رو، و هرچی تیوبلت بنویسید برای شما یه حالت براکت مانندی رو برای شما به نمایش میذاره. اما اگر میخواید که سفت و سخت این براکت رو وجود نداشته باشه، کافیه که بذارید روی نو براکت. ببینید که اینجا شما هیچ براکتی نخواهید داشت. مثلا اینجا من فا بنویسم، به این صورت نمایش داده میشه که یه دونه عدد فقط میذاره بالا سر نوتای شما. به نظر من بهترین حالت اینه که بذارید رو حالت اتو براکت که خودش تشخیص بده که این براکت ها رو بذاره یا نذاره، و اگر شما خواستید هر جا که باشه میتونید بیایید از همین گزینه عادل اون براکت رو فعال کنید، و هر جا که میخواستید نباشه میتونید اون یکی گزینه رو انتخاب بکنید که براکت وجود نداشته باشه. این یه چیز کاملا سلیقه‌ای. اما نکته بعدی که وجود داره، نکته‌ای که این دو تا گزینه‌ای که اینجا هستن، این دو تا گزینه برای حالت گرافیکی و بصری تیوبلت ها هستن که به همین براکت ها مربوط میشه. برای اینکه این رو بیشتر درک بکنید، من برای شما 2 تا تیوبلت براکت دار می‌نویسم. بذارید کاملا براکت رو بذاریم براش. مثلا همین تریوله رو انتخاب میکنم، کنترل 3 رو میزنم و این یک حالته. یه حالت دیگه ای که هستش اینه که میتونید بذارید یکم به فاصله بیشتر تشخیصش راحت تر بشه. این تو حالت extend to first note بود، این اولی که نوشتیم. این یکی extend to last note هستش که میخوام بنویسم. حالا اینجا فا می‌نویسم و همونطور که مشاهده میکنید اینجا یک مقدار فاصله رو بیشتر گذاشته، یعنی این براکت یک مقدار اومده روی نوت بعدی و یکی براکت خیلی مثلا بلافاصله بعد از اینکه این آخرین تریوله رو که نوشتم اینجا تموم شده و میتونید از این قسمت هم استفاده بکنید. یعنی این گزینه هم برای شما موجود هستش. اما نکته آخر این که مثلا شما اگر بخواید تقسیمات بیشتر از تقسیمات 10 تایی داشته باشید، وقتی وارد این تریپلت میشید شما تا 9 بیشتر ندارید. بنابراین از شورتکی هم که بخواید استفاده کنید، آخرین عددی که میتونید استفاده کنید کنترل 9 هستش. حالا باید چیکار کنیم برای اینکه سرعت اون بیشتر شه؟ من همین تقسیم 12 تایی رو برای شما مثال میزنم. ببینید من اینجا دوباره دولچنگ رو وارد میکنم. میخوام روی این دولچنگ یه تقسیم 12 تایی داشته باشم و وقتی که اوکی کنم تقسیم 12 تایی من نمایش داده میشه. حالا میخوام در مثلا یک میزان دیگه ای هم تقسیم 12 تایی داشته باشه. این که شما هر بار بخواید برید وارد پنجره تریپلت بشید و اون گزینه عادل رو بیارید عددش رو انتخاب بکنید، یک مقدار از سرعت شما میگیره و زمان شما افزایش پیدا میکنه. بخاطر همین بهترین کار چیه؟ از نظر من اینه که شما نوت اول و نوت آخر رو با نگه داشتن شیفت انتخاب بکنید، کنترل سی بزنید که کپی بشه. بعد مثلا توی یه میزان دیگه ای که میخواید از این تقسیم استفاده کنید، من مثلا دوباره اینجا استفاده میخوام بکنم، مثلا همین اینجا این دفعه مثلا میخوام از این دولچنگ استفاده بکنم. شما کافیه کنترل وی رو بزنید رو همین نوت دولچنگی که انتخاب شده و میبینید که این تقسیم 12 توی شما نمایش داده میشه. حالا اینجا مثلا نوشید دو ره می فا، ولی اینجا میخواید بنویسید دو فا. وقتی شما اینو کپی کردید اینجا هم داره می‌نویسه دو ره می فا، ولی شما میتونید که این نوتایی که اینجا هستن رو اصلاح بکنید یا سکوتشون کنید یا هر کاری که دلتون بخواد میتونید انجام بدید. این روش سریعتری هستش تا اینکه برید شما هر دفعه وارد
پنجره تریپلت بشید و وارد گزینه آدر بشید و بخواید تنظیمات مجدد رو اعمال بکنید. خدا نگهدار.